نفقه خوران تاجیک به طرز نوی نفقه گیری گذاشتند. بانک امانت بانک طرز کارتی نفقه گیری را برای نفقه خوران یعنی کارتی ملی تامین نموده است. این طرز گرفتن نفقه را بیش از 15% نفقه خوران تاجیک برخوردار شدند. قرار این طرز فعالیت بانکی امانت بانک در نشست یک جای اداره وزارت ملت و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان و خود بانک امانت بانک قبول گردیده است. مسئولین ساحه هدف دارند که تا 25 سپتامبر سال روان این طرز فعالیت بانکی یعنی گرفتن نفقه از طریق کارتی باید پررا تامین گردد. طرف دیگر این طرز فعالیت کاری برای نفقه خوران سن و سالشان بزرگ که طرز کاری الکترونی را نمیدانند مشکلات زیادی را به بار آورده است. نارسایی اول اگر نداشتن فهمیش الکترونی نفقه خوران می باشد، طرف دیگر اون نارسایی این کارناشیان بودن خود کارت های ملی می باشد که یک قسمت نفقه خوران حدود 5-6 روز از مهلت مقرر شده گرفتن نفقهشان دیر نفقه گرفتند. حتی در این کار کارمندان خود امانت بانک برای این نفقه خوران کمک کردن نتوانستند. اگرچه رهبریت بانک امانت بانک گفتند که از نفت تامین نمودن کارت های ملی برای نفقه گیران بهپول می باشد، اما قسمت نفقه گیران میگویند که رهبریت بانک امانت بانک برای گرفتن کارت نوی ملی از حسابشان $5 آمریکایی گرفتند. مقامات قدرتی تاجیکستان فرزندان زید سعیدوف و محمودجان قاسیموف عضو گروه تشبسکار تأسیس حزب تاجیکستان نو را شب گذشته برای بازپرسی دعوت کردند. خبر داده است تاج نیوز. به اطلاع منبع این بازپرسی برای دایر نمودن فلش ماب به خاطر 100مین روز از حبس زید سعیدوف که از جانب جامعه شهروندی و جانبداران صاحبکار موفق دیروز 27 اوگوست در پایتخت برگزار شد انجام گرفته است. خیرالله سعیدوف پسر کلانه زید سعیدوف در صحبت به آزادگان گفت مقامات پلیس درباره فلش ماب پرسیدند. از جمله تاکید کردند که فلش ماب غیر قانونی بود و برای چی ما به چنین اقدام دست زدیم. محمودجان قاسیموف گفته است که به خاطر عضو گروه تشبسکاران تأسیس حزب تاجیکستان بودنش عملهایش بهای سیاسی میگیرند و از همین خاطر او را کارمندان امنیت مورد بازپرسی قرار دادند. در همین حال مقامات گفته‌اند این چاره‌بینی غیر قانونی گذرانیده شد و باید از آنها اجازت می گرفتند. گفته می شود شب گذشته ساعتهای 22 و وقت دوشنبه پس از پرسش قریب 3 ساعته فرزندان زید سعیدوف از شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی بیرون شدند. صبح امروز نیز محمودجان قاسیموف را برای بازپرسی تکراری از جانب شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت دعوت کردند و آن 3.5 ساعت دوام کرد. خبرگزاری ایرانی فارس اطلاع داد که آلمان از همه اعضای شورای امنیت به خصوص روسیه خواست تا از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه حمایت کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیای کبیر هم اعلام کرد که کشورش قصد دارد پیشنویسی را در خصوص سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر همین روز تقدیم کند. اما شبکه خبری MBC نیوز امریکا به نقل از منابع حکومتی این کشور خبر داده است که حمله های نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش صبح پنجشنبه 29 ماه روان آغاز گردیده به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت. جان کری وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا دمشق را به آن متهم کرده گفت که پشت حمله های کیمیایی حکومت بشار اسد می ایستد و چک خیگل وزیر مدافع این کشور نیز خبر داد که نیروهای نظامی برای حمله علیه سوریه آماده اند و تنها منتظر فرمان ایستاده اند. نوشته از پورتال خبری الجزیره. همزمان پایگاه اینترنتی العربیه طی گزارش گفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب ایران در ملاقات با هیئت حکومت روحانی نسبت به حمله نظامی ایالات متحده آمریکا هشدار داده گفت دخالت ایالات متحده آمریکا یک فاجعه برای منطقه خواهد بود. منطقه مثل انبار باروت است و هیچ آینده ای را نمیتوان پیش بینی کرد. وزیر خارجه اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل برای تمام سناریوها آماده است و گفت ما طرفدار جنگ شهروندی نیستیم، ولی اگر یگان کوشش برای حمله علیه اسرائیل صورت بگیرد پاسخ میدهیم و آن هم پاسخی قوی. نوری المالکی نخست وزیر عراق به خاطر حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا و متحدانش به سوریه به نیروهای نظامی عراق دستور آماده باش صادر کرد. ساکنان منطقه نزد سرحدی اسرائیل نیز بنابر آغاز حمله های احتمالی و پاسخ اتفاقشیان بشار اسد به این کشور به وحشت افتاده در
خبری پناهگاه‌ها برای فرار برایشان باز شده است. به اطلاع رسانه‌های خبری، معاون وزیر امور خارجه روسیه در لندن اعلام کرد که هنوز برای صادر کردن قطعنامه در شورای امنیت در خصوص استفاده از سلاح‌های کیمیایی در سوریه بر وقت است. وی گفت روسیه بر این باور است که پیش از صادر کردن هر قطعنامه به انتظار نتیجه تحقیقاتی هیئت سازمان ملل متحد در سوریه باید نشست. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون نیز اعلام کرد که به هیئت اعزامی این سازمان که برای آزمایش استفاده سلاح‌های کیمیایی در سوریه سفربر شده اند زمانی زیادتر باید داد تا مأموریت خود را به درستی انجام بدهند. بان کی مون وضعیت سوریه را بزرگترین چالش جنگ و صلح جهانی خواند و گفت مردم این کشور شایسته آن هستند که راه حل مسالمت آمیز برای بحران سوریه در نظر گرفته شود. شورای امنیت هم باید برای تحقق صلح در سوریه حرکت کند. هیئت ایجادی تلویزیون صفا قرار داده است که برای بازم خوبتر و بهتر روشنی انداختن در فعالیت مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه همروزه سلام و درود مهاجران مهنتی را از مناطق مختلف روسیه و پدر و مادران و نزدیکان و پیوندان آنها از طریق برنامه‌هایش می‌رساند. کی که مور تماشا داره سلام گرمجوشانه میرسونه. سلام علیکم، من مصطفی کریمجان از تاجیکستان، از لیلنبود اوبلاست، رایون پنجکند، دهه مغولان اینجا زندگی دارم. من مسکو کار کردم، خدا با شکر همش ناز، زندگی همش سازه. هم اهل خدا ما سلام، تاجیکستان همش سلام، اهل تاجیکستان همش زندگی همش نقله، کار بار همش ساده. همجه گشته هستم، خدا با شکر. از این خاطر از تمام مهاجر مهنتی که در تمام منطقه‌های فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند خواهشمندیم نوارهای خود را دایر با فعالیت کاری خود، تفریح و شرکت در این یا اون چاره‌بینی‌های فرهنگی در این کشور به سراغ ما فرستید. سراغ ما استیون صفا sanjobak@gmail.com